خوش آمد ماه رحمت، ماه عبادت، ماه مغفرت گناه ها، ماه توبه و ندامت، ماه برکت، ماه تقوا و قرآن، ماه احساس حال فقیران، ماهی که دروازه های جنت در آن باز می گردد و دروازه های جهنم بسته می گردند و شیاطین زنجیر بند می گردند، ماهی که در آن دروازه های آسمان بر روی ما و شما باز می گردد تا هر مناجاتی که داریم به پروردگار عالمیان بگوییم. ماه لیلت القدر بزرگترین نعمت الهی برای امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که شب بهتر از هزاران شب می باشد، ماهی که ثواب و اجر آن را کسی نمی داند جز الله سبحانه و تعالی، چون که این ماه خاصه الله تبارک و تعالی می باشد و روز قیامت از ثواب و اجر آن آگه می گردیم. پروردگار ما را از جمله کسانی بگردان که در این ماه مبارک رمضان از آتش جهنم آزاد می گردند. پروردگار ما را از جمله کسانی بگردان که روز قیامت از دروازه ریان آنها را صدا می زنند. رمضان مبارک همدیاران عزیز.